سلام دانشجویان عزیز. در درس امروز من با شما قسم‌های اساسی کامپیوتر و قسم‌های ایلوگی نشان میدم. دانشجویان عزیز، چخیلی که شما میدونید قسم‌های اساسی کامپیوتر از بلوک سیستماوی، صفحه کلید، موشک و مانیتور عبارت است. مانیتور، وظیفه مانیتور از چی عبارت است؟ وظیفه مانیتور از خارج کردن اطلاعات، یعنی که مانیتور اطلاعات خارج میکند در شکل اطلاعات متنی، اطلاعات گرافیکی، اطلاعات عددی. بینندگان عزیز، مانیتورها به دو گروه جدا میشه، به دو قسم. قسم LCD مانیتور و CRT مانیتور. مانیتورهای LCD مانیتور اطلاعاتی که خارج میکنه در شکل گرافیک، در شکل اطلاعات متنی و اطلاعات عددی. قسم اساسی دیگر کامپیوتر این صفحه کلید می باشد که از قسمت های زیرین عبارت است. قسمت یعنی که حرفی رقمی، خب یاری دهنده، بلوک یاری دهنده و بلوک رقمی. خب در اینجا تگمه‌ای که هست فونکسیونال از F1 تا F12. دانشجویان عزیز، این چونین موشک ها میشه لازر، یعنی که موشک های لازری، چرخدار و بسیم، لازری بسیم. اکنون بلوک سیستماوی در اینجا بینندگان عزیز از قسمت های زیرین در داخل این موجود است عبارت می باشد. امروز کامپیوترهایی که موجود هستند به شکل مونوبلوک، یعنی که ویا با قسم های زیرین جدا نمی شود. در همه مثلا در اونجا بلوک سیستماوی در داخل چه؟ همین مانیتور جایگیر می شود. بلوک سیستماوی در داخل مانیتور اینا را میگن مونوبلوک. فهمو؟ یعنی که مونوبلوک. در مونوبلوک جایگیر می شود صفحه کلید موشک. یعنی که شما این قسمتی که هست در اینجا میبینید این علاقه در داخل خودی مانیتور جای کرده شده است. اگر شما کامپیوترهایی که سنسور کامپیوترها هستن اونا را دسترس کنید، در اونجا تنها یک مانیتور و همه قسمت‌های دیگرش در داخلش موجود است. مثلا دیگه در اونجا صفحه کلید هم استفاده برده نمی‌شود و موشک هم استفاده برده نمی‌شود، خودی بلوک سیستماوی. یعنی که یک مانیتور هست، در داخلش هم موشک استفاده برده میتونیم، هم صفحه کلید، بلوک سیستماوی، کلانکا و هاکذا از خود همین مونوبلوک پیدا می شود، یعنی که جای کرده شده است. اکنون دانشجویان عزیز، شما باید قسم کاری همین کامپیوتر باید دانید. برای چه قسم اساسی میگوین همین کامپیوتر را؟ برای اون قسم‌های اساسی میگوین که به اینها کار کرده نمی شود. مثلا اگر مانیتور نباشه شما میتونید کامپیوتر قطعی کار کنید؟ نمیتونید. یا اینکه صفحه کلید نباشد. البته اگر صفحه کلید نباشه شما با یاری موشک کار کرده میتونید، اما پورا قسمتایی که باید لازم است کار کنید اونا را کار کرده نمیتونید. یا اینکه موشک نباشد یا بلوک سیستماوی. برای همین وقتی از همین قسمت‌ها که عبارت هست شما به این کار کرده نمیتونید، از همین لحاظ میگن که قسم‌های اساسی کامپیوتر. اکنون دانشجویان عزیز، ما میتونیم همچون ایلوگی، یعنی که در ایلوگی میتونیم یک چند تجهیزات را در این چیکار کنیم؟ پیوست کنیم برای کار بردن. ما میتونیم در اینجا پرینتر پیوست کنیم. پرینتر برای چی استفاده برده میشه؟ برای چاپ نمودن اطلاعات در کاغذ. پرینتر چی میگن؟ چاپگر، یعنی که با زبان تاجیکی چاپگر. ما میتونیم که در علایدگی اینو از مغازه ها خریداری نموده در کامپیوترهای خودمون چیکار کنیم؟ پیوست کنیم. یعنی که پیوست میکنیم. بعد درایور داره، درایور داره. وقتی که ما درایور در کامپیوتر نصب میکنیم، بعد بین تجهیزات، یعنی که تجهیزات ایلوگی با کامپیوتر چی میشود؟ پیوست میشود، کار میکند. درایور چی وظیفه را اجرا میکند؟ درایور بین تجهیزات و کامپیوتر راه رو میکشاید. اگر شما یعنی که همین چاپگر دسترس کردین، در کامپیوتر پیوست کردین، کار نمیکند تا اون لحظه که درایورش در کامپیوتر چیکار کنین؟ نصب کنین. اگر شما درایور همین پرینتر رو در کامپیوتر نصب کردین، در اون حالت الکی اجازه میتید تا اینکه همین
چوبگر در کامپیوتر شما نصب شدگی میتونه که انا اطلاعات یعنی که معلوماتی که شما تیار کردین اونا چوب کنید. این چونین دانشجویان عزیز در کامپیوتر باز چی نصب کرده می شود؟ ما میتونیم چوبگر، این چونین میتونیم چی اسکنر. ببینن دانشجویان عزیز ما هست چوبگرهایی که 3 در 1 میگن، 3 در 1 هم اسکنر هم خودی پرینتر وظیفه چوب میکند، هم چیکار میکند؟ مثلا ببینن از چوبگری که در نزد ما هست فقط چوب میکند، یعنی که اسکنر کرده نمیتونه. انا برای اسکنر کردن برای ما لازم میشود که خود اسکنر در علایدگی خریداری کرده آورده در کامپیوتر چیکار کنیم؟ نصب کنیم. این چونین تجهیزات های الهاگی برای پیوست کردن باز چه هست که ما در کامپیوتر خریداری پیوست میکنیم؟ کلانکه. بله ببینین برای خارج کردن صدا، برای خارج کردن صدا چی استفاده برده میشه؟ کلانکه استفاده برده میشه. البته شما کلانکه میتونید که وقتی کامپیوتر خریداری میکنید در اکثریت کامپیوتر خودش هست، با یک چند اکثریت کامپیوتر دیگه در کلانکه در داخلش موجود نیست. شما میتونید که اونا در علایدگی خریداری نمایید. ما میتونیم انمی کلانکه را برای خارج کردن اطلاعات آوازی یعنی که صدا کلانکه را چیکار کنیم؟ پیوست کنیم استفاده برین در انمی کامپیوتر. باز چه هست دانشجویان عزیز برای پیوست کردن ویدیو پروژکتور؟ بله برای ببینین وظیفه ویدیو پروژکتور میگن یا اینکه پروژکتور میگن. نه پروژکتور هنگام پیوست کردن چی وظیفه را اجرا میکند؟ وظیفه انا همین مانیتور را اجرا میکند لیکن در شکل چی؟ کلانتر. یعنی که پروژکتور وظیفه مانیتور اطلاعات متنی گرافیکی عددی را خارج میکند در شکل کلانتر. یعنی که در کجا استفاده برده میشه؟ در جاهای زالهایی که کلان در اونجا یگان کنفرانس یا درس‌های لکسیونی گذرانده میشه. اگر خودی مانیتور قطعی فهمونه مثلا شماره دانشجویان اگر 100 نفر 30 نفر 50 نفر باشد اکران مانیتور را دیده نمیشود. از همین لحاظ پروژکتور را نصب میکنن پیوست میکنن تا اینکه در شکل کلانتر اطلاعات چیکار کنه؟ خارج کنن. شما دیدگی هستن خودی پروژکتور را استفاده میبرین؟ یعنی که در درس ها استفاده میبرین خودی پروژکتور هم دیدگی هستیم. بینین این همین پروژکتور هست تماشابینان عزیز. خیلی که ما قید کردیم اطلاعات خارج میکنه در شکل کلان. یعنی که اطلاعاتی که وظیفه مانیتور رو اجرا میکنه. مثلا ببینید اون اطلاعاتی که انعکاس میکند میتونه که در یگان دستگاه الکترونی باشد یا اینکه در خود دیوال ها باشد استفاده میبرین. بله باز چی را استفاده برده میتونین در قسم الهاگی کامپیوتر؟ مودم استفاده میبریم. مودم برای چی در کار است؟ بله یعنی که مودم ها رو ما استفاده میبریم برای پیوست شدن به شبکه. میتونه مودم راوتر یعنی که وای فای پیوست کنیم، همچون برای پیوست شدن به چه؟ به شبکه یعنی که به شبکه‌های سراسری اینترنت پیوست میشه. ببینید وظیفه مودم از چی عبارت است؟ وظیفه مودم اطلاعات به سیگنال، سیگنال به اطلاعات تبدیل دادن. یعنی که هر یک وقتی که ما و شما تلفن یا که با واسطه کامپیوتر به شبکه پیوست میشیم البته در اونجا مودم استفاده برده می شود و خود نمر یعنی که سیم کارت در سیم کارت نمر هست، نمر استفاده برده می شود تا اینکه در شبکه پیوست شویم. ما با واسطه نمر خریداری میکنیم یعنی که پاکت مگابایت استفاده میبریم. خود در تلفن یا کامپیوتر چخیلی که گفتیم مودم ها دارن. مودم ها اطلاعات به سیگنال، سیگنال به اطلاعات تبدیل میدهد. ببینید اگر اون تلفن هایی که شما استفاده میبرین یا که کامپیوترهایی که استفاده میبرین در این حالت، در حالتی که اگر مودم از کار برآمد در اون حالت شما پیوست شده به اینترنت نمیتوانید که پیوست شوین. اکنون این بود یکی از قسمت های الهاگی چی خود کامپیوتر. انا برای
مثلا ما میخوایم که در خود انمی کامپیوترها تلویزیون تماشا کنیم. در اینجا کدام تجهیزات ایلوگی برای ما لازم شود؟ برای ما لازم شود که تجهیزات ایلوگی یعنی که تیوی تیونر استفاده بریم. همون تیوی تیونر هم شما ببینید دانشجویان عزیز، اگر شما خواهید که در خود کامپیوتری که دارین یا که در نوتبوکی که دارین خواهید تلویزیون تماشا کنید یا اینکه رادیو گوش کنید، شما تجهیزات تیوی تیونر را دسترس میکنید، در همون کامپیوتر رو نصب میکنید، میتونه که آزادانه شما همون تلویزیون یا اینکه رادیو را گوش کنید، تلویزیون را تماشا کنید. باز چی ما میتونیم در اینجا پیوست کرده؟ کنید فکر کنید در درسایی که گذشته مثلا شما در چی ها با ما میتونید که در خود همین کامپیوتر با در ایلوگی خریداری کرده پیوست کنید. ویدیو کامera. بله، ببینید ویدیو کامera برای چی استفاده برده میشه؟ در کجا استفاده برده میشه؟ در وقتی که شما با یگون نفر هم صحبت میشن، یعنی در شبکه‌های استفاده میبرین، یعنی که صحبت میشن، با واسطه چی پیوست میشن؟ با واسطه یکی مثلا واتساپ میتونن، اسکایپ میتونن پیوست میشن، در اونجا هم صحبت میشن، گپ میزنن. ویدیو کارت یعنی که ببینید وب کامera یعنی که ویدیو کامرایی که هست پیوست میکنین، دیدگی هست نه استفاده بردگی هستن؟ بله. در اگر شما نوتبوک داشته باشین در همینجا خودش کامرا هست نه؟ وب کامera که هست شما میتونید اون فعال میکنین، استفاده میبرین. اگر نداشته باشین چیکار میکنین؟ مثلا دمشنی دارین، نمیخوای کامپیوترهای دمشنی دارین، در اونجا چیکار میکنین؟ در علایدگی شما اون خریداری میکنین، در اینجا پیوست میکنین، میتونین آزادانه استفاده برین. خیلی خوب. باز چی ما میتونیم پیوست کرده در اینجا؟ خب ببینید میتونیم برای مثلا هم خود صدا برا را استفاده بریم کار کنیم یا اینکه ناوشنیک استفاده بریم. هم میتونیم ناوشنیک برای اینکه هر یک نفر خودش میتونه استفاده بریم. در اونجا میکروفون هم میتونین استفاده برین، کامرا را میتونین استفاده برین، انا دیجیتال میتونین مثلا استفاده برین. دیگر تجهیزات هایی که هست استفاده 3D پرینتر میتونین استفاده برین، فکس ماده میتونین استفاده برین. خلاص یک چند تجهیزات های ایلوگی دیگر هست که شما چیکار میکنین؟ پیوست میکنین، میتونین استفاده برین. اکنون دانشجویان عزیز شما گوین که خود انمی قسمی داخلی بلوک سیستموی از چی های عبارت است؟ از پلاتای مادری. پلاتای مادری را دیدگی هستین؟ ببینید در داخل چه جای گیر است؟ در داخل انمی قسمتی که شما میبینید پلاتای مادری. ببینید ما در علایدگی اگر شما در نشان دیدین، اینا ببینید دانشجویان عزیز، انمی پلاتای مادری یعنی که ماترینسکای پلاتا میگن که یک چند انمی قسمت‌های اساسی انمی بلوک سیستموی در همین چه پیوست میشود. ببینید در انمی قسمتی که شما حاضر میبینید میکروپروسسور میگن. البته شما در باره میکروپروسسور معلومات دارین نه؟ یعنی که میکروپروسسور چی؟ معنی سری کامپیوتر هم نیز میگن. در یک ثانیه میلیون ها میلیارد ها عمل اجرا میکند. ببینید شما چگونه در یک ثانیه میلیون ها عمل اجرا میکند؟ یک وقتی که شما یک میجه میزنید الکی یک ثانیه میشود. چقدر میلیون ها عمل اجرا میکند؟ یعنی که شما هنگامی اگر در کامپیوتر کار کرده باشید، برنامه ورد میکشین، برنامه اکسل میکشین، یک چند برنامه که شدگی هسته، همه در حالت چی هستند؟ در حالت فعال، یعنی که کاری هستن، میلیون ها عمل میشود. فهمو؟ ببینید در اینجا برای گرفتن مثلا استفاده بردن دیگران انمی ببینید انمی سخمه اینتگرالی کلان میگن که معنی سر کامپیوتر از همین قسمت های عبارت است. اینا جدا میشه با کور ای مثلا دوال کور، سلرون، کور ای 3، کور ای 5، ای 7 با در قسمت خودش با انا پکلین 1 2 3 4 و هکذا جدا میشود. ببینید کاری اساسی انمی کامپیوتر انمی معنی سر اجرا میکند.
یعنی که چگونه برای چی میکروپروسسور همه قسمت ها را دیده کار کرده در کدام شکل؟ در شکل سیستم حسابی دویی. سیستم حسابی دویی چند قیمت قبول میکنه؟ یعنی که با چند قیمت کار میکنه؟ با 0 1. 0 چی هست؟ 1 چی هست؟ 0 یعنی که انا سیگنال نیست، 1 سیگنال هست. انا همون 0 1 که هست، انا همین تمام اطلاعات متنی، گرافیکی، صدایی، همه انا گرافیکی ها را با واسطه 0 1 کار کرد میکنه. با واسطه 0 1 کار کرد، بعد میگیره با قسمت‌هایی که مثلا صدایی هست با قسم صدا، یعنی که ویدیو گرافیکی هست در قسم گرافیکا، متنی هست در قسم متنی، چیکار میکنه؟ روان میکنه این اطلاعات. ببینید وقتی که کار کرد بعد در چی روان میکنه؟ در اینجا میکروپروسسور استفاده برده میشود. قسمت دیگرش که هست پیوست میشوند چی؟ خاطره فوری میگن. نه خاطره فوری را پست چی میگن؟ خاطره فوری را یعنی که اپراتیفیکا میگن. نه همین خاطره فوری که در کجا جایگیر است؟ در همین قسمت جایگیر میشود. خاطره فوری ببینید وقتی که شما روزانه ها رو با کار آماده میکنین، میکشین برنامه را، همین خاطره فوری و یا را چیکار میکنه؟ نگاه میداره. تا همون لحظه ای که شما برنامه رو یا ثبت کرده در اونجا نگاه دارین، ثبت میکنین. وقتی که ثبت کردین در کجا جایگیر میشود؟ ببینید همین خاطره فوری کامپیوتر که ما گفتیم که در کجا جایگیر میشود؟ در همین قسمت ها جایگیر میشود. خاطره فوری ها داره DDR2 DDR3 از همین DDR2 DDR3 از همین فرق میکنه که چگونه پیوست میشه یا چگونه پیوست نمیکنه. برای فهمیدن در اینجا ببینید رزومه‌ای که در اینجا نشان داده شده است اینم نگاه میکنین. اما درست باشد DDR چند که باشه شما میتونید در اینجا پیوست کنید. پیوست کردن وظیفه‌اش گفتم از چی عبارت است؟ از نگاه داشتن خاطره فوری، یعنی که موقتا. ببینید دانشجویان عزیز وقتی که شما برنامه را میکشوین، مثلا برنامه ورد شده شما مینویسین کار میکنین، یگون مقاله مینویسین، یگون مواد تیار میکنین، اگر حالت شود که کامپیوتر یک بار خاموش شود، بار دیگر شما کامپیوتر را با کار آماده سازین، همون وردی که شما کار کرده سودین، موادی که شما تیار کردین مثلا در اونجا کشودگی تیار هست یا نیست؟ در خاطرش میسته یا گم میشه؟ ببینید وقتی که شما برنامه را کشودگی هستین، کامپیوتر را خاموش میکنین، اصلا نه کامپیوتر را با کار آماده کردین، همون برنامه کشودگی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ نیست. نیست میشه. ببینید وقتی که اگر ثبت کردیم آنگاه در کجا ثبت نگاه داشته میشه؟ در دیسک سخت، یعنی که جوسکی دیسک میگن، دیسک سخت. هنگامی که شما یگان مواد تیار کردین ثبت میکنین در همین خاطره نگاه داشته میشود. اگر شما ثبت نکردین کامپیوتر خاموش شود، در یگان حالتایی که خاموش شود شما اصلا نه کامپیوتر با کار آماده سازین، از خاطره فوریش نیست میشود، یعنی که ثبت نمیشود. اگر در حالت ثبت کردن بعد در دو خاطره چی؟ دیسک سخت یا که خاطره دومی ده نگاه داشته میشه. ببینید در اصل همین دیسک چند تا؟ یک تا فیزیکی یک تا دیسک هست. لیکن شما داخل کامپیوتر میدارین در اونجا چی؟ دیسک اس، دیسک دی با دو قسمت یا سه قسمت جدا میکنین. یعنی که اون جدایی که شما میکنین و منطقاً جدا میکنین، نه؟ در اصل یک دیسک است. همه موادی که شما دارین در داخل یک دیسک نگاه داشته میشود. در داخل همین دیسک سخت چه جایگیر است؟ دیسک مغناطیسی است سخت که در اونجا تمام اطلاعات نگاه داشته میشود. اطلاعاتی که شما ثبت میکنین. خب ببینید دیسک سخت در چی پیوست میشه؟ با واسطه پورت‌های مخصوص در پلاتای مادری پیوست میشود. با واسطه پورت‌های مخصوص با واسطه همین در پلاتای چی مادری پیوست میشود. برای پیوست کردن ببینید باز چی جایگیر است در داخل بلوک سیستموی؟ برق تامین کننده. ببینید برق تامین کننده قوه را با 220 ولت گرفته در تقسیم میکنه با مترنسکی پلات و
دیگر قسمت ها. یعنی که از قسم اساسی قوه که گرفت در اینا چیکار میکنه؟ پیوست میکنه. خب دانشجویان عزیز این بود درس امروزه ما. خیر تا درس های آینده.